قراردادهای هوشمند چیه؟ چطوری طراحی میشه و چه کاربردی داره؟ من سعید سلطانی هستم و در دومین جلسه آموزشی کتاب بلاکچین این اکشن قرار راجع به قراردادهای هوشمند یا اسمارت کانترکت ها صحبت کنیم. توی این جلسه قرار راجع به اسمارت کانترکت ها یا قراردادهای هوشمند با هم صحبت بکنیم. مهمترین قسمت از تکنولوژی بلاکچین که شاید بیش از 90% مفاهیمی که این روزها درباره بلاکچین شما میشناسید و کاربردهای بلاکچین که شما باهاش آشنا هستید بر پایه قراردادهای هوشمند بنا شده. خود قرارداد هوشمند چیز خیلی پیچیده‌ای نیست. همون مفهوم کلاس توی برنامه‌نویسی شی‌گرا یا آبجکت اورینتد رو اگر بدونید که قاعدتاً برای کسی که برنامه‌نویسی کرده کلاس رو میشناسه و میدونه، اسمارت کانترکت ها همون کلاس ها هستن توی در واقع روال قدیمی برنامه‌نویسی که ما داشتیم که یه سری رول ها، یه سری توابع، یه سری شرط ها و حالا مفاهیمی که اونجا داشتیم رو به راحتی میتونید با برنامه نویسی اینجا هم داشته باشید. اگر بخوایم یک تعریف از قراردادهای هوشمند ارائه بدیم، قرارداد هوشمند در واقع یک اکزیکیوتیبل کد هست، یک کد قابل اجرا روی شبکه بلاکچین که برای تسهیل، تایید، اعتبار سنجی و اجرای قوانین و مقررات که به صورت دیجیتالی در واقع نوشته میشه طراحی شده. قرارداد هوشمند در واقع امکان انجام معامله معتبر رو بدون نیاز به اشخاص ثالث مثل بانک ها یا مؤسسات مالی فراهم میکنه که ترانزکشن هایی که توی این در واقع اسمارت کانترکت ها نوشته میشن قابل پیگیری‌اند، کاملا به صورت شفاف ولی برگشت پذیر نیستند. خب 3 تا در واقع پیش نیاز وجود داره برای نوشتن یک اسمارت کانترکت. اینی که شما خب پلتفرمتون رو مشخص کرده باشید، اون بلاکچین پلتفرم که اینجا ما از اتریوم استفاده میکنیم. دومی زبان برنامه نویسی اون قرارداد هوشمنده که خب توی کتاب از زبان برنامه نویسی سالیدیتی که معتبرترین و فراگیرترین در واقع زبان برنامه نویسی هستش برای اسمارت کانترکت ها این روزها البته استفاده میشه و یک محیط مناسب برای دیولپ، کامپایل، دپلوی و تست اون قرارداد هوشمند که خب اینجا از آیدی ریمیکس استفاده میکنیم و حالا در ادامه کتاب کامل راجبش توضیح میدیم. مفهوم خود اسمارت کانترکت رو اگر بخوایم بدونیم، ما یه در واقع معماری خیلی ساده 5 لایه از بخش قبل کتاب هم داشتیم. اینجا اگر دقت بکنید از پایین 4مین لایه اپلیکیشن لاجیک آن ورچوال ماشین سندباکس جایی هستش که کلاس های شما قراره اونجا دپلوی بشه. یعنی قرارداد هوشمند شما، اسمارت کانترکتی که شما می نویسید قراره توی این قسمت قرار بگیره، یعنی لایه بین پروتکل بلاکچینتون و دی اپتون در واقع اینجا دپلوی میشه. حالا یه مقایسه خیلی مهم داشته باشیم بین در واقع ترانزکشن های بیت کوین و ترانزکشن هایی که روی شبکه‌ای مثل اتریوم قرار میگیره. همینطور که میبینید بزرگترین تفاوت در واقع بلاکچینی که اسمارت کانترکت داره و بلاکچینی که اسمارت کانترکت نداره مثل بیت کوین اینه که تمام ترانزکشن های شبکه بیت کوین برای نقل و انتقال پول سند ولیو، یعنی بین S1 و S2 یک ترانزکشن وقتی برقرار میشه فقط و فقط کارش جابجا کردن یک مبلغه، در حالی که توی یک شبکه بلاکچین مثل اتریوم شما میتونید یک سیستم رأی گیری رو پیاده سازی بکنید که بین 2 تا نود مثلا S1 و S2 بحث ولیدیت ووت بین S2 و S3 خود ووت و در واقع میخوام بگم فانکشن های مختلف میتونه روی بلاکچین اجرا بشه و ثبت بشه و با قابل پیگیری باشه. حالا اینکه چطوری اینو پیاده سازی میکنیم توی همین جلسه کاملا درباره‌اش صحبت میکنیم.
توی دنیای بلاکچین هم مثل سایر حوزه‌های نرم افزاری اهمیت طراحی نرم افزار، طراحی اون اسمارت کانترکت قبل از اینکه دست به کد بشیم خیلی مهمه. در واقع 3 مرحله‌ای که برای اجرای یک پیاده سازی و اجرای یک اسمارت کانترکت داریم. اولین مرحله دیزاینه و بعد مرحله دوم دیولپ و مرحله سوم دیپلویه. تو این مرحله با یه مثال خیلی ساده میخوایم دیزاین آو اسمارت کانترکت رو با هم دیگه بررسی کنیم. صورت مسئله کتاب اینه: یه برنامه شمارنده قراره نوشته بشه که هر کسی، هر اصطلاحاً یوزری، اکتوری خاص میتونه اون رو اجرا بکنه و در ادامه حالا 2-3 تا فانکشن خیلی ساده هم داره. یه سری پرینسیپل یا اصول اولیه طراحی رو کتاب مطرح میکنه. اولین اصل شماره 1 طراحی به قول خودش design before you code, develop and deploy a smart contract. اول باید طراحی بکنی قبل از اینکه بشینی کدتو پیاده سازی و بعد اجراش بکنی. اینجا توی دنیای بلاکچین بحث طراحی خیلی مهمه، چرا که کدهایی که ما دیپلوی میکنیم روی بلاکچین ایمیوتبل و غیر قابل تغییر هستن. یعنی هر برنامه‌ای که شما در واقع روی بلاکچین منتشر بکنید و اجرا بشه، تغییر دادنش دیگه امکان پذیر نیست. هدف اصلی طراحی های ما بر اساس گفته کتاب اینه که این موارد مشخص بشه: دیتا ها توی اون اسمارت کانترکت چیه، فانکشن هایی که قرار پیاده سازی بکنیم و روی اون دیتا ها عملیات انجام بدن چیه و رول ها و قوانین در واقع چیه. قانون شماره 2 یا اصل شماره 2 طراحی: define the user and the use case for the system. یوزرها و یوز کیس های سیستم رو مشخص کن. همونطور که توی شکل میبینید توی مثال کانتری که در واقع بررسی بکنیم، یه دونه یوزر قرار داشته باشیم و 4 تا یوز کیس اینکریمنت، دیکریمنت، اینیشیالایز و گت. در واقع خب کاملا مشخصه، خیلی نیاز به توضیح نداره. هر کدوم از این یوز کیس ها میشه یه دونه از فانکشن ها یا متد های کلاس ما یا اسمارت کانترکت ما. دیزاین پرینسیپل شماره 3، اصل شماره 3 طراحی میگه باید داده هات که قرار رصد بشن، ترک بشن، پارتیسیپنت ها یا همون شرکت کننده ها رو مشخص کنی، دیتا اسست رو مشخص کنی، نقش هر کدوم از پارتیسیپنت ها رو مشخص بکنی، ترانزکشن هایی که قرار رکورد بشن توی دیجیتال لجر ها رو هم باید مشخص کنیم. توی مثال ما در واقع مقدار اون کانتر میشه داده هامون، هر کدوم از این اپلیکیشن های یوزر هایی که اونو فراخوانی میکنن میشن پارتیسیپنت هامون. در واقع رول های هر کدوم از پارتیسیپنت ها میشه آپدیت کردن یا دسترسی به اون داده ها. ترانزکشن هایی هم که قرار رکورد بشن توی دیجیتال لجرمون همون فانکشن های اینیشیالایز، اینکریمنت و دیکریمنت هستن. نکته خیلی مهم، مطلب بعدی که داریم دربارش صحبت میکنیم بحثی به نام کانترکت دیاگرامه یا دایاگرام. همون کلاس دیاگرام هایی که ما داشتیم توی یو ام ال هایی که طراحی میکردیم، اینجا معادلش کانترکت دیاگرام داریم. ما کانترکت نیم داریم، معادل کلاس نیم، دیتا دفینیشن ها رو داریم که توی در واقع کلاس ها هم داشتیم. تو بخش پایین شکلی که میبینید فانکشن ها هست. فقط یک بخش از پایین لایه دوم مادیفایر ها هستند که این رو هم جلوتر میگیم چه کاربردی دارن. کاربرد بسیار مهم ولی خب بدیهی دارن، یعنی وقتی پیاده سازیش کنیم متوجه میشید که چقدر نقششون مهمه. و دیزاین پرینسیپل شماره 4 یا اصل شماره 4 طراحی به ما میگه که حتما کانترکت دیاگرام رسم کن از روی یوز کیس دیاگرامت، که اینجا همونطوری که تو شکل میبینید برای مثال ما اسم کانترکت ما یا همون کلاس نیممون در واقع توی برنامه‌نویسی سنتی اینجا توی کانترکت نیممون میشه کانتر. یه دونه وریبل داریم اینجا به نام یو اینت ولیو، مادیفایر اینجا نداریم و فانکشن هامون کانستراکتور داریم، اینیشیالایز داریم، اینکریمنت داریم، دیکریمنت داریم و گت. معادل هر یوز کیس یه دونه فانکشن داریم.
حالا میتونیم بریم سراغ قسمت هیجان انگیز دیولپ اسمارت کانترکتمون برای مسئله کانتر. برای اینکه ما بتونیم در واقع دیولپ بکنیم نیاز به یک زبان برنامه نویسی داریم که همونطور که قبلا هم گفته شد زبان برنامه نویسی سالیدیتی برای بلاکچین اتریوم که در واقع معرفی شده توسط خود بلاکچین اتریوم هم هست، اتریوم فاندیشن، انتخاب شده توی این کتاب و در واقع ما کدهامون رو هم با همون زبان برنامه نویسی سالیدیتی پیاده سازی و اجرا میکنیم. زبان برنامه نویسی سالیدیتی در واقع از اینهریتنس پشتیبانی میکنه، مثل خب سی پلاس پلاس، مثل جاوا، مثل پایتون، یعنی شیءگرایی داره، بحث وراثت رو داره، از کتابخونه‌های مختلف پشتیبانی میکنه و در واقع برای کسایی که با این زبون‌هایی که نام بردم آشناییت داشته باشن زبون آشناییه. یه نمونه کد رو اینجا بررسی میکنیم، کدی که مربوط به در واقع همین مثال کانترمون هست رو با هم دیگه میبینیم. همونطور که تو شکل میبینید اولین خط کد پراگما سالیدیتی ورژن کامپایلر سالیدیتی که قراره کدمون با اون ورژن کامپایل بشه رو مشخص میکنه. مثال بسیار ساده است و صرفاً برای معرفی اجزای این کانترکتمون انتخاب شده توسط کتاب. خط بعدی کانترکت، کلمه کلیدی کانترکت که میبینید با حروف کوچیک هم شروع میشه در واقع ادامه پیدا میکنه. در ادامهش کانتر، اسم اون کانترکتمون که توی آکولاد باز و آکولاد بسته فانکشن ها و اون وریبلی که توی بخش قبلی تو قسمت دیزاین با هم مشخص کردیم رو نوشته. یو اینت ولیو یعنی یک آنساید اینتیجر، متغیر آنساید اینتیجر به نام ولیو تعریف کرده و در ادامه فانکشن های اینیشیالایز، فانکشن گت، فانکشن اینکریمنت و فانکشن دیکریمنت. اینجا از کلمه کلیدی فانکشن باید استفاده بکنیم. متد هامون در واقع همون فانکشن هامون با این کلمه کلیدی شروع میشن. در واقع پابلیک یا پرایویت بودن آخرین کلمه اون خط اول مربوط به هر فانکشنه. بعد کلمه فانکشن اسمش نوشته میشه توی پرانتز پارامترهای ورودیش و اگر مثلا فانکشن گت رو دقت بفرمایید خروجی و اون ریترنز یا خروجی فانکشنمون رو هم توی پرانتز بعد از کلمه کلیدی ریترن در واقع کتاب میاره. 4 تا فانکشن خیلی ساده داره که در واقع با این تعریفی که من خدمتتون عرض کردم قابل مشاهده است. بعد از طراحی یعنی همون دیزاین و دیولپ، پیاده سازی کدی که برای اسمارت کانترکت نوشتیم، نوبت میرسه به دیپلوی کردن و تست و اجرای اسمارت کانترکت. طبق مواردی که تا الان با هم بررسی کردیم، در واقع ادیت کردن، کامپایل کردن، ستاپ کردن اون بلاکچینی که قراره کدمون اونجا دیپلوی بشه و تست کردنش کار پیچیده‌ای میتونه باشه. ولی خبر خوب این که اتریوم اینو برای ما خیلی راحت کرده و با ارائه IDE ریمیکس که به صورت وب بیس در اختیار ما قرار میگیره و از آدرس remix.ethereum.org میتونیم در واقع اون رو داشته باشیم و روش برنامه هامون رو پیاده سازی و اجرا بکنیم. این کار خیلی ساده شده. اگر بخوایم بعد از اینکه وارد این صفحه شدیم، در واقع وارد IDE وب بیس ریمیکس شدیم، اگر بخوایم قسمت های مختلفش رو خیلی خلاصه با هم بررسی بکنیم، یه سمت چپ یه بخش به نام فایل اکسپلورر داره که کدهایی که در واقع قرار شما صفحات و اسمارت کانترکتاتون رو که می نویسید اونجا میتونید منیج بکنید. سمت راست اونجایی که با شماره 2 مشخص شده ادیتور کدای ماست که اونجا کدو میزنیم و اون توضیحاتی که توی بخش قبل گفتم اینجا در واقع باید رعایت بشه. زیر شماره 3 آتپوت کنسولمونه، یعنی خروجی کدمون رو اونجا نمایش داده میشه. سمت چپ شماره 4 بخش مربوط به کامپایل کردن، همون جایی که ورژن کامپایلری که قرار کد ما رو کامپایل بکنه و در ادامهش دیپلوی کردن کدمون در واقع اسمارت کانترکتمون از این قسمت قابل انجام و قابل تنظیمه. و یه قسمت انوایرمنت داره
که در واقع اون ماشین، اون بلاکچین سیمیولیتور یا شبیه ساز بلاکچین رو میتونه انتخاب بکنیم. دکمه نارنجی رنگ برای دپلوی کردن استفاده میشه. در ادامه زیرش ترانزکشن هایی که در واقع ما فراخوانی کردیم توی این اسمارت کانترکتمون و ایجاد شده رو میبینید و پایین هم به ازای هر کدوم از فانکشن هامون اون پایین یه دونه باتن با رنگ های نارنجی و آبی رنگ در واقع مشخص شده، اینکریمنت، دیکریمنت، اینیشیالایز و گت. حالا فرق نارنجی و آبی رو در ادامه با هم دیگه میبینیم که فرق مهمی هم با هم دیگه دارن. این یک تصویر کلی از ایده ریمیکس. پیشنهاد میکنم حتما اینجا استاپ بکنید اگر ویدیو رو دارید تماشا میکنید و تا الان این کارو نکردید، استاپ کنید و برید ریمیکس رو خودتون در واقع باز کنید توی مرورگر حالا کروم یا فایرفاکس و بخش‌های مختلف رو ببینید. در ادامه وقتی که کدی که نوشته شده و حالا میتونید تایپ بکنید، میتونید کپی پیست بکنید توی قسمت ادیتور و دکمه در واقع دپلوی رو بزنید، کد شما اجرا میشه، بعد از کامپایل شدن دپلوی میشه. همینطوری که توی عکس هم مشاهده میکنید اون فانکشن های مربوط به دیکریمنت، اینکریمنت و اینیشیالایز رو میتونید هر کدوم با در واقع ست کردن یک مقدار که پارامتر ورودی اون فانکشنه جلوش ست بکنید، اجرا کنید و خروجی رو مشاهده بفرمایید. در واقع اینو میخوام بگم که خیلی کار دیولپ کردن، کامپایل کردن و تست کردن اسمارت کانترکت ها با استفاده از این ایده ریمیکس برای ما ساده و سهل شده. توی این جلسه اسمارت کانترکت ها رو بررسی کردیم. اهمیت اونها، نقششون، نحوه طراحی، پیاده سازی و دپلوی و تستشون رو با هم دیدیم که شبکه‌ای مثل اتریوم که اسمارت کانترکت رو داره چقدر فضا برای انجام کارهای مختلف و اجرای در واقع ایده های مختلف توش بازتر از شبکه بیت کوینه که یه همچین امکانی رو نداره. با هم دیگه بررسی کردیم ایمیوتبل بودن یا غیر قابل تغییر بودن در واقع قراردادهای هوشمند رو که ما رو به اینجا رسوند که اول باید حتما قرارداد هوشمند دیزاین و طراحی درستی داشته باشه و بعد دیولپ و دپلوی بشه. زبان برنامه‌نویسی سالیدیتی رو با هم یه مرور کوچیک کردیم به طبق سیاست کلی کتاب که با مثال در واقع توضیحاتش رو ارائه میکنه. مثال کانتر رو دیدیم، در واقع محیط ایده ریمیکس رو با هم بررسی کردیم و نحوه دپلوی کردن و تست قرارداد هوشمندمون توی محیط ریمیکس. پیشنهاد میکنم حتما کتاب رو بخونین چون توضیح در واقع کوتاه ما در این بخش نمیتونه جای مطالعه کل کتاب رو بگیره. یک مثال خیلی خوب دیگه هم در این زمینه توی کتاب هست به نام ایرلاین سیستم در واقع کنسورتیوم یا همون کنسرسیوم حالا سیستم های هواپیمایی. مثال کاملا کاربردی زده و جزئیات بیشتر درباره سالیدیتی و نحوه در واقع دیولپ کردن و دپلوی کردن رو توش میگه. و در آخر امیدوارم که مطالب گفته شده توی این بخش براتون کاربرد داشته باشه. اگر نظری داشتید خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم. به امید دیدار تا جلسه آموزشی بعدی.